این همه راه را می رویم، اما می دانم که بیهوده است. تا چند روز دیگر همین نان خالی را هم برای خوردن نداریم. فکر خطرات راه را کرده ای؟ حیوانات درنده و گزنده و راهزنان را؟ شما 11 برادر هستید، همه بیباک و توانمند. جای نگرانی نیست. من وسایل سفر و قدری نان برایت مهیا خواهم کرد. اگر به خاطر شما نبود به این سفر نمی رفتم. مادرتان را یاری کنید و مراقب خانه و گوسفندان باشید. ما برای خود مردی شده این پدر، نمی‌شود ما هم با شما بیاییم؟ نه پسرم، ما با برادران عهد کردیم هیچ یک از فرزندان را با خود به همراه نبریم. از طرفی شماها جوان و کم تجربه‌اید و با خطرات راه ناآشنا. در چنین سفری تجربه از ضروریات است. در هر حال مواظب خود باشید. شنیدم راهزنان در کمین می نشینند و قافله ها را غارت می کنند. به 11 برادر برومند کسی جرأت حمله ندارد. از طرفی عده‌ای از کنعانیان نیز در این سفر با ما همراه هستند. ببینم اوحد، جرشون، قحات، خیالم از بابت خانه و حشم راحت باشد. من به امید شما به این سفر می روم. من می روم وسایل سفر شما را آماده کنم. سپاسگزارم. این هم چند گرده نان توشه راه. بیش از این نداشتیم. کافی. سکه های خود را در جایی مطمئن پنهان کرده ایم؟ نگران نباش، جایشان امن است. گرچه امید چندانی به این سفر ندارم. روبین، یعنی این چهارپایان برای این سفرمان کافی است؟ باید کافی باشد. موقع رفتن سوار میشویم، هنگام برگشتم گندم. البته اگر گندمی در کار باشد. ما هم با شما میاییم. تعداد زیادی از کنعانیان آماده سفرند. چه بهتر. بیشتر که باشیم خطر کمتر تهدیدمان می‌کند. با این همه خطر و سفر طولانی که داریم، امیدواریم دست خالی باز نگردیم. توکل بر خدا. ما باید سعی خودمان رو بکنیم. برادران مراقب خود باشید. حتما. شما هم مراقب خانواده و فرزندان ما باشید. تو با برادرانت نمی روی؟ باید با آنها بروم، ولی میدانم پدرم نخواهد گذاشت. تو بگو، شاید اجازه داد. نمیدونم. سلام عزیزان. سلام فرزندان. پدر، ما آماده رفتن هستیم. اجازه می دهید؟ پدر، آیا اجازه می دهید من هم با برادرانم بروم؟ نه، نیازی نیست. تو همینجا نزد من بمان و در غیاب برادرانت امور قبیله را اداره کن. هر طور که نبی خدا صلاح می‌دانند. آیا نبی خدا راهنمودی جهت توشه راه نمی‌فرمایند؟ همان گونه که گفتم، من به عاقبت این قحطی خوشبین هستم و به شما نصیحت می‌کنم که در این راه حوادث را به خیر و صلاح تعبیر کنید، نه مانع و بلا. هر حادثه‌ای حکمتی دارد. برای من دعا کنید پدر. به امید دیدار پدر. بدرود. برای من دعا کنید.
مطمئن باشید دست پر باز میگردیم پدر. خدا نگهدار. حرکت میکنید. مراقب خود باشید. خداوندا موفق شوند و به سلامت بازگردند. آمین. زلیخا کجا؟ باز هم که به راه افتادی؟ شنیدم یوزارسیف از سفر باز میگردد. برای دیدنش به کنار نیل میروم. اطمینان داری که او خواهد آمد؟ اطمینان دارم. دیر یا زود خواهد آمد. میبینید؟ ساده و بیالایش. گویا اصلا متوجه سخن میشدار تو هم نشده. ظاهراً عقلش را از دست داده است، ولی با این همه برایش احترام قائل هستم. یک دیوانه که قابل احترام نیست. همیشه کودکان و جوانان با خبر دروغ یوزارسیف را سرکیسه میکنند و از او سکه میستانند. با اینکه همه مکنت او را گرفتند، اما امیدش را از دست نمیدهد. تا خبری از یوزارسیف میشنود برای دیدار او به راه میافتد. یوزارسیف که هر روز در یک شهر است، دیدار او هم ممکن نیست. چه شد؟ این یوزارسیف تو نیامد؟ منتظرم. بالاخره خواهد آمد. یوسف من خواهد آمد. اطمینان داری؟ تردید ندارم. او خواهد آمد. ماه که همیشه پشت ابر نمیماند. بس کن زلیخا، بس کن. مگر نشنیدی او هر روز در شهری به تبس کمتر می آید؟ چشمان تو از انتظار یوسف سپید شد. دست بردار. میدانم بی وفایی میکنم. کار من انتظار کشیدن است. کار یوسف منتظر گذاشتن. آنقدر هر روز اینجا می نشینم تا بیاید. از این همه انتظار خسته نشدی؟ این انتظار تا کی؟ عاشق نشده ای؟ همه زندگی من انتظار است. اگر انتظار نکشم چرا زندگی کنم؟ این انتظار به من امید میدهد، به زندگی من هدف میدهد. بوی یوسف میآید. بوی یوسف میآید. من بوی او را میشنوم. او باید همین نزدیکی باشد. دوچار توهم شده ای بانو. یوسف کجا بود؟ نه من اطمینان دارم. او باید همین نزدیکی باشد. خوب نگاه کنید. دست بردار دیوانه. یوزارسیف اینجا چه میکند؟
ببخش بانو، به اراده خودم نبود، اختیار از کف دادم. من از تو دلگیر نیستم. گله من از یوسف است. اگر می آمد این همه طعن و شماتت نمی شنیدم. ولی او می آید. بالاخره روزی این انتظار به پایان خواهد رسید. این مزارع فعلا خشکیده ولی به زودی قحطی پایان میپذیرد. اینجا برای اشتغال بسیاری از کشاورزان مصر کافی است. اکنون همه این املاک متعلق به حکومت مصر میباشد. ما باید آن را بین کشاورزان بدون زمین تقسیم کنیم. آنها برای خود بکارند و به حکومت مالیات بپردازند. خیلی خوب است. در این صورت برده ها صاحب زمین میشوند. نمیدانم اکنون در کنعان چه خبر است. با قحطی چه میکنند؟ ای کاش پدر و برادرانم بودم و در این زمین های پهناور کشاورزی و دامداری میکردم. رود عظیم نیل که این گونه خشکیده، اوضاع کنعان معلوم است. بر سرداران و کاروانیان بابل. این گندم ها را از کجا تهیه کردید؟ درود بر شما از مصر. شما هم بروید، با دست تویی باز نمی گردید. تا مصر خیلی راه مانده است. برج‌های نگهبانی مصر معلوم است، راه زیادی نمانده. بروید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. عجله کنید، سریعتر حرکت بکنید. تا به حال با اکراه به سوی مصر می آمدی، حال چه شده؟ تا کنون چندان امیدوار نبود.
کجا می روید؟ سرد است، بیمار می شوید. سرما را که با تنپوش می توان چاره کرد. اگر از آسمان سنگ هم ببارد باز خواهم رفت. بمانید، هوا که بهتر شد با یکدیگر می رویم. این رسم عاشقی است که در کنج خانه بنشینند. این همه در پای آن مجسمه سنگی نشستی، انتظار کشیدی، چه شد؟ یوسف آمد؟ از این همه انتظار خسته نشدی؟ شما چرا نمیفهمید؟ من شب به امید دیدار یوسف دیده بر همینم و صبح به امید دیدار او در کنار آن تندیس سنگی به انتظار می‌نشینم. انتظار یوسف همه زندگی من است. من هیچگاه ناامید نشده از انتظار خسته نمی‌شوم. از یوسف فقط انتظارش برایم مانده. شما مرا هم از این من میکنید؟ ما هم به دنبال تو نخواهیم آمد. هر کجا میخواهی برو، تو دیوانه شده ای، مجنونی. اگر تو زندگی خود را تباه کرده ای، چرا ما تباه کنیم؟ برویم. من که در این هوا نمیتوانم بیرون بمانم. دلسوزی برای او بیفایده است. برویم. ببینم زلیخا، تو مگر خانه و کاشانه نداری؟ خانه‌ای به بزرگی قصر و به تنگی گور و به تاریکی زندان. چرا؟ دارم. هرچه باشد بهتر از اینجاست. اینجا بیمار میشوی. منتظر کسی هستم. گفتند میآید. اگر نیامد میروم. برویم. چه شد؟ شما که میخواستید با من کاری نداشته باشید. خیلی سعی کردیم اما نشد. ما به شما عادت کرده ایم. از کودکی چشم باز کرده شما را دیده ایم. در قصر شما رشد کرده ایم. جای دیگری را نمیشناسیم. دست از سرم بردارید. خلوتم را برهم نزنید. ولی ما که نمیتوانیم شما را تنها بگذاریم. با شما که هستم تنها میشوم. همیشه و همه جا یوسف در کنار من است. شما که میایید ترکم میکند. این عشق نفسانی است. او جسم یوزارسیف را میخواهد. اصلا برای زلیخا جسمی باقی مانده که تمنای جسمانی باقی باشد؟ هرچی پیرتر میشود دوست داشتنی تر میشود. احساس میکنم هم زلیخا را دوست دارم و هم عشق زلیخا را.
نام و نشان خود را بنویسید. ما 10 برادر هستیم. من لاوی هستم، شمعون، یهودا، جاد، دان، زبولون، یساکر، اشیر، نفتالی، روبین، فرزندان یعقوب از اهالی کنعان هستیم. شما 10 تن برادرید؟ برای چه به تبس آمده اید؟ دیگران برای چه می آیند؟ مثل دیگران به شما مربوط نمی شود. به سوال من پاسخ دهید. علت آمدنتان به مصر چیست؟ ما برای تهیه گندم آمدیم. در دیار ما کنعان هم قحطی شده است. حال باید چه کنیم؟ ما وظیفه داریم بیگانگان را شناسایی کنیم. باید بدانیم که آیا قبلا از اینجا گندمی دریافت کرده اید یا نه. آیا این گندم را برای فروش یا تجارت می‌خواهید یا قحطی زده اید؟ نام و نشان و تعداد خود را بنویسید. این همه بهانه برای چیز؟ اگر نمیخواید گندم بفروشید چرا اذیت میکنید؟ این مقررات مصر است. اگر نمیخواهید میتوانید بروید. گندمی در کار نیست. از کن شمعون. من از شما پوزش میخواهم. اگر مقررات برای همه هست ما هم اطاعت میکنیم. حال بگویید چه باید بکنیم؟ مشخصات خود را روی آن پاپیروس بنویسید. ما آن را به جناب یوزارسیف نشان داده کسب تکلیف خواهیم کرد. شما و برادرتان تا رسیدن پاسخ باید پشت دروازه منتظر بمانید. اطاعت می شود. این که بحث و جنجال نمی خواهد. ما برای جنگیدن آمدیم یا تهیه گندم؟ عادت کردید همه جا شر بپا کنید؟ ای نبی خدا، مأمور دروازه سوریه میخواهد گزارشی بدهد. او را میبینید؟ بگویید وارد شود. درود بر عالی جناب یوزارسیف. درود خداوند بر تو باد. بگو ببینم چه خبر آورده ای؟ تعداد خارجیانی که در هفته گذشته از دروازه سوریه وارد شهر طبس شدند 390 نفر. هر نفر آنها یک گونی گندم از همان دروازه خارج کردند. آنها از هتیترها، هیتیها و خابیریها و اهالی شامات بودند. مورد قابل ذکر دیگری نیست الا امروز که 10 برادر از اهالی کنعان قصد ورود داشتند. مانع آنها شدیم تا از شما کسب تکلیف نماییم. کنعان؟ 10 برادر؟ نام آنها را نپرسیدی؟ چرا عالی جناب؟ نامهایشان را اینجا نوشتن. خودشان هستند؟ بنی اسرائیل؟ چه شده نبی خدا؟ اتفاق ناگواری افتاده؟ در این پاپیروس چه نوشته شده بود؟ هیچ بانو، فقط نام 10 تا خارجی کنعانی. مالک، آنها را با عزت و احترام به قصر آخناتون ببرید. شما را به خدا بگویید چه شده است؟ چرا سخن نمیگویید؟ دست تقدیر بالاخره برادرانم را به مصر آورده. آنها آمدن تا شاهد تحقق وعده الهی باشند. بعد از 30 و چند سال. اراده خداوند بر این بود که تا به حال یکدیگر را نبینیم. فقط تقاضایم این است از وجود برادران من در اینجا با کسی سخن نگویید. خدایا سپاس گزارم. کجاست؟ اینها هستن. شما اهل کنعان هستید؟ آری، همه ما اهل کنعانی. شما که بیش از 10 نفر هستید. به من گفتن 10 برادر کنعانی. ما 10 برادر هستیم. ما بقی کنعانی هستن.
من از طرف عزیز مصر آمدم. اگر به شما اهانتی شده یا وقت شما ضایع شده پوزش می‌طلبم. شما 10 تن می‌توانید به طبس وارد شوید. من مأمورم که شما را به قصر عزیز مصر ببرم. پس ما بقیه کنعانیان چه؟ آنان می‌توانند برای دریافت گندم بروند. شما با من بیایید. چرا ما 10 نفر؟ این را دیگر نمی‌دانم. از عزیز مصر بپرسید. بیایید. کجا می‌روی؟ پس ما چی باید بکنیم؟ نگران نباشید. شما برای دریافت گندم هایتان بعداً جلوی همین دروازه به یکدیگر ملحق خواهید شد. 4 پایانشان را تا بازگشت آنها به اسباب برده نگهداری و تیمار. من اصلا سر در نمی آورم. چرا با اون خشونت ما را نگه داشتند و با این عطوفت راه دادند؟ چرا ما را به قصر عزیز مصر دعوت کردند؟ آن خشونت از سر نادانی بود که مأمور دروازه کرد و این عطوفت از سر مهربانی و عرق مهمان نوازی است که عزیز مصر دستور فرمود. او در حق همه این گونه مهربان است. مردم مصر یوزارسیف را می‌پرستند. او با همه مهربان است، اما همه را به قصر دعوت نمی‌کند. و دلیل این را بهتر است از خود ایشان بپرسید. من نمی‌دانم. لحظه ای بایستید. میبینی حسنات، اینان برادران ماست، اما هیچ کدامشان را نمیشناسم. اینجا قصر آخناتون فرمانروای مصر است. شما اولین غریبه هایی هستید که به این قصر را یافتید. ولی نه، آنکه پیشا پیش همه کنار مالک حرکت میکند لاوی است. او را خوب به خاطر دارم. بهترین برادر من بود و همان او مانع هلاک من شد. خدایا، چقدر موهای آنها سپید شده. ببین گذر زمان با آنان چه کرده. آنکه بعد از همه ایستاده یهوداست، همه جا را با سوء ظن می‌نگرد، به همه چیز مشکوک است. هنوز هم خبث طینت خود را حفظ کرده. خدای من، چقدر آنها بزرگ و نیرومند شده. امیدوارم بنیامین هم در میان آنان باشه. موهای سر و ریش بعضی از آنها سفید شده. آسمان، یعنی آنها هم مرا نخواهند شناخت. نگران نباش، تو از همه کوچکتر بوده ای، پس بیش از همه تغییر کرده ای، آن هم با این لباس. وارد شوید. امیدوارم.
خداوندا چگونه با آنان روبرو شوم؟ اگر مرا بشناسند؟ نگران نباشید، آنها برادران شما هستند. اتفاقی نمی‌افتد. برادرانی که قصد جان مرا داشتن و اکنون نمیدانم دارای چه خوی خصلتی هستند. گذشته از اینها برایشان نقشه هایی دارم که نباید مرا بشناسند. باز همین نشانه موعود. نمیدانم چه رازی در این کلمه نهفته است که هرگاه به آن میاندیشم آرامش میرم. میخوام چند روزی آنان را نگه دارم. 30 و چند سال هست آنان را ندیدم. نباید بدانیم برای چه ما را اینجا آوردن؟ فکر میکنید عزیز مصر با ما چه کار دارد؟ نباید می آمدیم. احساس میکنم در دامی افتاده این که رهایی ندارد. به عکس من احساس امنیت میکنم و هیچ اثری از سوء نیت نمیبینم. اوامر انجام شد. حال چه کنیم؟ برادران من میهمانان ما هستند. چند روزی در اینجا خواهند ماند. به ممیسابا بگو وسایل راحتی آنان را به بهترین شکل ممکن مهیا کند. جناب ملک، احساس میکنم آنها آرامش خیال ندارند. نمیدانند برای چه اینجا هستند. به آنان بگو اگر عزیز مصر نیت سو داشت آنان را به قصر نمی آورد. نگران نباشید، آرامش آنان با من. خوش آمدید. امیدوارم در اینجا خستگی راه طولانی کنعان را از تن به در کنید. چرا ما رو به اینجا آورده اید؟ عزیز مصر با ما چه کار دارد؟ بیشک آن کس را که بخواهند مجازات کنند به قصر نمی آورند. اما این که عزیز مصر با شما چه کاری دارند این را خود می دانند. من فقط مأمورم از شما پذیرایی کنم. میمیساوا دوست نزدیک صدر اعظم در خدمت شما هستند و هر تقاضایی داشته باشید اجابت خواهند کرد. من نیز به شما خوش آمد میگویم. پیشنهاد میکنم ابتدا استحمام کنید تا گرد و خستگی راه از تنتان بیرون رود. عجیب است. اصلا نفهمیدم دان کدام است. جاد و اشیر، نفتالی و زبولون چقدر تغییر کردند. با آنان چه خواهی کرد؟ آنان با من بد کردند، بسیار بد. ستمی که آنان با من کردند دشمنان خونی نیز با یکدیگر نمی‌کنند. حق آن است که به سختی مجازات شوند. اما من آنها را بخشیدم. همان لحظه ای که مرا به بردگی فروختن بخشیدم. پدرتون یعقوب چه؟ ایشان هم آنها را بخشیده است؟ نه، یقین دارم که اگر بداند با من چه کرده‌اند از آنان نخواهد گذشت. خداوند با آنان رحم کند. باید برایشان کاری کرد. نفرین پدر بد است. من نیز جای شما بودم به سهولت آنها را نمی‌بخشیدم.
بگو بعد از پذیرایی استراحتگاه را آماده کنم. فکر کنم خیلی خسته باشه. اطاعت آموزم. قصر فرمانده مصر که محل عبور و مرور خدایان و خدایزادگان. ببین محل رفت آمده چه کسانی شده. اینان اینجا چه میکنند؟ گویا مهمانان جناب یوزرسیف حکیم هستند. چه با ولم میخورند. حتما در کنعان قحطی بیداد میکنند که رنج سفری طولانی را بر خود هموار کردند. اینها که این همه گرسنه‌اند، وضع همسر و فرزندانشان چگونه است؟ خاکی بر سر روی شما نشسته. اینجا شده جولانگاه عنکبوت‌ها مثل درون من، سرد و سیاه و متروک. نام شما را به خاطر دارم، اما اینکه کدام نام متعلق به کدام تندیس است را فراموش کردم. اورس فراموش کردم. تیا شغال انوبیس مفتو تفتیز کت. آری، نامهایتان اینها بود. من به اینجا می آمدم و تک تک شما را عبادت می کردم. آمون، راستی آمون کجاست؟ راستی آمون کجاست؟ آمون، دیدی چقدر جستجو کردم تا تو را یافتم؟ پیش از این خوب میدانستم کجایی.
به اینجا می آمدم و برایت می رقصیدم. راستی تو چرا هنوز ایستاده ای؟ مگر ندیدی که یوسف بزرگ شما را در معبد آمون چگونه سرنگون کرد؟ در برابر خدای بزرگ یوسف باید خضوع کرد. در برابر او باید به زمین پیشگاه خدای بزرگ یوسف باید به زمین افتاد. آمون شما خدایان سنگی شرم نمی کنید که در برابر خدای بزرگ یوسف هنوز خدایی می کنید؟ یوسف شما را شکست تا سلیمان را شکند. خدای یوسف تو شاهد باش، من خدایانم را سرنگون کردم. یوسف می گفت تو همه جا شاهد و ناظری، همه جا هستی و همه چیز را می بینی. پس به یوسف بگو که زلیخا دیگر تندیس نمی پرستد. پروردگارا، از اینکه برادرانم را به من بازگرداندی از تو سپاسگزارم. دلم برای پدرم و برادرم بنیامین تنگ شده، آنها را نیز به من برسان. الهی، سالهای فراق طولانی شده، سالهای وصل را تصدیق کرد. آن زمان نمیدانستم یوسف با که سخن میگفت و چه میگفت. هنوز هم نمیدانم. به راستی تو که هستی که یوزارسیف این همه عاشقانه ستایشت میکنن؟ یعنی تو شبیه آمون هستی؟ من که باور نمیکنم. من هیچگاه برای آمون نگریستم، برای هیچ یک از خودم، اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم
من برای یوسف بسیار گریه کردم، اما برای تو نه. خیلی عظیمی از مردم مصر یوسف را همچون معبودی میپرستند. تو که هستی که محبوب همه مصریان سر بر آستان تو میگذارد؟ بسیاری چون زلیخا در فراق او گریستند، اما او در فراق تو میگرید. تو باید معبود خوبی باشی، وگرنه چون یوسفی تو را نمی ستود و برایت گریه نمی کرد. خوشا به حال یوسف که معبودی چون تو دارد، خوشا به حال تو که بنده‌ای چون یوسف داری. یکی از زنان اشراف طبس به همسر خود خیانت کرده است. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است، دلیل و منطق نمی شناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمی دهد. هوس را نباید عشق معنی کرد. آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ تو باید خیلی زیبا باشی که با وجود تو یوسف به همه زیبارویان بی‌اعتنا شده. نمیدانم آیا آنگونه که به یوسف اجازه بندگی و راز و نیاز میدهی به دیگران نیز میدهی. همه که چون یوسف پاکسرش نیستند. آیا سیاه رویان را نیز به حضور میپذیری؟ به درد دلهایشان گوش میدهی؟ یوسف که با همه مهربان بود، تو چطور؟ نمیدانم که هستی و چه هستی، اما اطمینان دارم که معبود یوسف باید یگانه و بی همتا باشد، بهترین و زیباترین باشد. اگر یوسف او را نمیپرستی، من نیز گریه کردم. برای خدای یوسف من نیز گریه کردم برای تو.